عرض میکنم به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت هستید. دوستان عزیز، خواستم امروز یک چیز رو برای همه شما آشکارا بگویم که من هیچ وقت مخلص انا همین ورزش نبودم و بعضا وقت اگم ورزش رو تماشا میکردم و اونقدر مخلص نبودم، به ذوق تماشا نمیکردم، زیرا که این ساحه فکر میکنم کمتر زنها در این ساحه هستند. از این رو انا همین چی میگن موافقتی که یک چند روز پیش یک برادر تاجیک ما نورالله علیف که در UFC، یعنی که اولین بچه تاجیکه که جای اول رو گرفت، یعنی که مسابقه رو برد کرد، به نهایت شاد گشتم که تمام سایت های اجتماعی با این چیزی نورالله علیف پخش شد که شب من دیدم که در اینترنت یگام کس خواب نبود. در افیر کدومی که من می در آمدم از زیاده 3-4 هزار نفر تماشا داشتن طریق پخش مستقیم و برای من نیز خیلی جالب غلطید که یک برادر تاجیکی ما چگونه توانست که در بین انا همین قدر مشکلی ها، در این قدر به این جوانی خود نگاه نکردن، توانست که نام تاجیکستان را بلند بردارد و انا همان شب نیز من به نهایت شاد گشتم که تمام سایت های اجتماعی با این چیزی نورالله علیف پخش شد که شب من دیدم که در اینترنت یگام کس خواب نبود. در افیر کدومی که من می در آمدم از زیاده 3-4 هزار نفر تماشا داشتن طریق پخش مستقیم و برای من نیز خیلی جالب غلطید که یک برادر تاجیکی ما چگونه توانست که در بین انا همین قدر مشکلی ها، در این قدر به این جوانی خود نگاه نکرده، توانست که نام تاجیکستان را بلند بردارد و انا همان شب نیز من نیز خواب نکردم و بایشان را تماشا کردم که در حقیقتا این برادر ما احسنش میخوانیم که به این جوانی خود نگاه نکرده، توانست در این مدت کوتاه خود و نام تاجیکستان را بلند بردارد و من میخوام که از نام من و از نام همه مخلصانم برایشان تبریک و تهنیت بگویم که نام تاجیکستان را در عرصه بالا برداشت و میخوام که پیوسته انا همین گونه ورزشگران ما، چنین برادران ما زیاد شود و همه ما برای این بلبلیش خرسند شدیم و برایش پیش از همه موفقیت بیشتر و تمنا دارم. یک بار دیگر از همه شما میnnتدار هستم. زنده باشی برادر ما نورالله علیف، زنده و سلامت باشد.